فیدیبو تقدیم می‌کند. نقد و بررسی بهترین کتاب‌ها را در سایت فیدیبو بشنوید. معرفی کتاب تاریخ جهان، نویسنده ارنست گامبریج، مترجم علی رامین، ناشر نشر نی. تاریخ تکرار می شود. این جمله را حتما شنیده اید. جمله‌ای که خوانندگان را تشویق به خواندن تاریخ می کند. اما چرا خواندن تاریخ مهم است؟ خواندن تاریخ انسانها را نه تنها با گذشتگان آشنا می کند، بلکه می تواند آنها را با خودشان هم آشنا کند. اما مطالعه تاریخ کاری سخت و دشوار است. به همین دلیل است که اکثر انسانها از خوانش آن می‌گریزند. ارنست گامبریج، تاریخ‌شناس مشهور، در کتاب تاریخ جهان، تاریخ مختصر جهان را برای جوانان نگاشته است. او با دانش و توانایی نوشتارش کتاب را مخصوص مطالعه جوانان نوشته است. چرا باید این کتاب را خواند؟ خواندن این کتاب به خواننده کمک می‌کند تا تاریخ جهان را به زبانی ساده بفهمد و بتواند آن را تحلیل و بررسی کند. این کتاب یک کتاب خشک و قطور تاریخی نیست که خواننده را دفع کند، بلکه کتابی آسان و خوشخوان است که می‌تواند خواننده را به خود جذب کند. درباره یک کتاب تاریخ جهان، اثر ارنست گامبریج. کتاب تاریخ جهان نوشته ارنست گامبریج برای اولین بار در سال 1935 منتشر شد. ارنست گامبریج این کتاب را سال 1935 در شهر وین، پایتخت اتریش و زمانی که تنها 26 سال داشت نوشت. نسخه انگلیسی این کتاب هم در سال 2005 منتشر شد و کتابی که اکنون پیش روی شماست ترجمه ای از نسخه انگلیسی کتاب تاریخ جهان است. کتاب تاریخ جهان تحولات و رخدادهای بشر را در 40 فصل از عصر حجر تا عصر اتم با زبانی بسیار ساده و صمیمی روایت می‌کند. توجه داشته باشید این کتاب را با کتاب تاریخ جهان اثر کریس هارمن منتشر شده توسط انتشارات ققنوس و کتاب تاریخ جهان اثر فیلیپ فرناندز آرمستو ترجمه شهربانو سارمی اشتباه نگیرید. مروری بر فصل‌های کتاب تاریخ جهان. کتاب تاریخ جهان بدون شک یکی از دقیق‌ترین تقسیم بندی‌های فصلی را دارد. این کتاب در 40 فصل نوشته شده است که این 40 فصل به این شرح هستند: 1. روزی بود، روزگاری بود. 2. بزرگترین مخترعان سراسر تاریخ. 3. سرزمین کنار نیل. 4. روزهای هفته. 5. خدای واحد و یکتا. 6. من می توانم بخوانم. 7. قهرمانان و سلاح‌هایشان. 8. پیکاری نابرابر. 9. دو شهر کوچک در یک جزیره کوچک. 10. فردی روشن‌اندیش و سرزمین او. 11. آموزگار بزرگ ملتی بزرگ. 12. بزرگترین ماجراجویی. 13. جنگ‌های جدید و جنگجویان جدید. 14. دشمن تاریخ. 15. حکمرانان دنیای غرب. 16. خبرهای خوب. 17. زندگی در امپراتوری و در مرزهای آن. 18. طوفان. 19. شب پرستاره آغاز می شود. 20. لا اله الا الله محمد رسول الله. 21. فاتحی که می‌دانست چگونه حکومت کند. 22. پیکاری برای رسیدن به فرمانروایی جهان مسیحیت. 23. شهسواران سلحشور. 24. امپراتوران در عصر شهسواران. 25. شهرها و شهروندان. 26. عصر جدید. 27. جهان نو. 28. ایمان نو. 29. کلیسا در جنگ. 30. روزگار وحشت. 31. پادشاهی نگونبخت و پادشاهی نیکبخت. 32. نگاهی به شرق در این دوران. 33. عصری به راستی نو. 34. انقلابی بسیار خشونتبار. 35. فاتح واپسین.
36 انسانها و ماشینها. 37 آن سوی دریاها. 38 دو کشور جدید در اروپا. 39 تقسیم جهان و 40 بخش کوچکی از تاریخ که من خود در آن زیستم. نگاهی به گذشته. یکی از مهمترین بخش‌های این کتاب، آخرین فصل آن، بخش کوچکی که من خود در آن زیستم است. علی رامین مترجم کتاب در مقدمه میگوید فصل 40 یعنی افزوده اخیر گامبریج به کتاب، فصلی بسیار خواندنی و واجد ارزش‌های ویژه است. نخست آنکه بین نگارش آن و نگارش فصل پیش از آن 50 و چند سال فاصله است که طی آن جهان رخدادهای بزرگی همچون جنگ جهانی دوم و اختراعات و کشفیات سترگی در زمینه‌های مختلف علمی، مطرح شدن اندیشه‌های نوینی در حوزه‌های فکری و فلسفی و برآمدن سبک‌های تازه‌ای در آفرینش‌های هنری و ادبی و بسیاری جز اینها را تجربه کرده است. نویسنده با صفحات محدودی که در اختیار دارد تلاش می‌کند ضمن بیان خاطرات و مشاهدات خود اشاره معناداری به گزیده‌ای از آنها داشته باشد و گستره زمانی کتاب را تا سال 1989 یعنی اتحاد دو آلمان و سپس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به دموکراسی رسیدن کشورهای اروپای شرقی که به زور ارتش شوروی وادار به پذیرش نظام کمونیستی شده بودند جلو بیاورد. او کتاب را با ذکر این سخن به پایان میبرد که هر زمان زلزله، سیل، طوفان سهمگین، قحطی و خشکسالی و بلایای دیگر در نقاط دورافتاده‌ای از جهان مردان و زنان و کودکان زیادی را به کام مرگ میبرد، هزاران انسان در سایر کشورها پول و نیرویشان را برای یاری رساندن به بازماندگان آنها به کار میگیرند. چنین نیکوکاری‌هایی در گذشته صورت نمی‌گرفت. بنابراین همچنان حق داریم به آینده‌ای بهتر امیدوار باشیم. در قسمتی از کتاب تاریخ جهان می‌خوانیم: رخدادی بس شگفت‌انگیز بین سالهای 550 و 500 قبل از میلاد به وقوع پیوسته است. من خود به راستی آن را نمی‌فهمم، ولی چه بسا همین مسئله آن را این چنین جالب توجه کرده باشد. در سلسله جبال مرتفعی که از شمال بین النهرین می‌گذرد، یک قوم کوهنشین وحشی برای زمانی طولانی می‌زیستند. آنها دینی زیبا داشتند. آنها نور و خورشید را می‌پرستیدند و بر این باور بودند که در جنگی بلا انقطاع با تاریکی به سر می‌برند، یعنی با قدرت‌های تاریک و سیاه شیطان. این جماعت کوهنشین پارس‌ها بودند. آنها صدها سال نخست زیر سیطره آشوری‌ها و سپس بابلی‌ها به سر برده بودند. روزی صبرشان به پایان رسید. فرمانروای آنها مردی بود با دلاوری و هوشمندی فوق‌العاده‌ای که کوروش نام داشت. انسانی که دیگر حاضر نبود انقیاد مردم خویش را تحمل کند. او سپاه سوار نظام خود را به سوی دشت بابل حرکت داد و آن را رهبری کرد. در مورد نویسنده: ارنست گامبریج نویسنده و تاریخدان متولد 1909 در اتریش است. او در سال 1936 به انگلستان مهاجرت کرد و عمرش را تا مرگ در آنجا سپری کرد. ارنست گامبریج یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تاریخدانان حوزه فرهنگ و هنر است. کتاب تاریخ هنر مشهورترین اثر این نویسنده است. شما می توانید نسخه الکترونیکی و PDF کتاب تاریخ جهان و سایه‌ها اثر ارنست گامبریج را از فیدیبو تهیه و دانلود کنید. در سال 2001 بود که گامبریج تصمیم گرفت نسخه انگلیسی کتاب تاریخ جهان را بنویسد. گامبریج که اصرار داشت فقط خودش کتاب را به انگلیسی برگرداند، در میان نوشتن نسخه انگلیسی کتاب بود که از دنیا رفت. بعد از مرگ او ترجمه این کتاب توسط نوه دختری و دستیار شخصی او انجام شد و کتاب در سال 2005 توسط انتشارات دانشگاه ییل منتشر شد. خبرنگار نشریه معتبر لس آنجلس تایمز درباره ارنست گامبریج میگوید: گامبریج به تاریخ جان میبخشد و خواننده را همراه خود در سفینه زمانپیما بر فراز تاریخ جهان به پرواز در میآورد و او را همواره در طول کتاب به سیر و سلوکی فکری و عاطفی میان گذشته و حال وامی دارد.
در مورد مترجم کتاب تاریخ جهان. کتاب‌های ارنست گامبریج از نظر ادبی بسیار ارزشمندند و به همین دلیل است که این کتاب تاکنون به چندین زبان دنیا ترجمه شده است. در ایران هم علی رامین، محقق و پژوهشگر مشهور، کتاب‌های ارنست گامبریج را به فارسی برگردانده است. شما می توانید نسخه الکترونیکی و PDF دو کتاب تاریخ جهان و مبانی جامعه شناسی هنر ترجمه علی رامین را از فیدیبو دانلود کنید. این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ کتاب تاریخ جهان یکی از معتبرترین کتاب‌های تاریخی است که سیر زندگی را با زبانی ساده توضیح داده است. همه خوانندگان می توانند از خواندن این کتاب لذت ببرند. این کتاب می تواند هدیه مناسبی برای جوانان و نوجوانان باشد. آنچه که شنیدیم نقد و بررسی کتاب تاریخ جهان اثر ارنست گامبریج ترجمه علی رامین بود. خرید و دانلود کتاب الکترونیکی این کتاب از همین صفحه فیدیبو امکان پذیر است. برای تهیه این کتاب و هزاران کتاب صوتی و الکترونیکی دیگر به سایت و اپلیکیشن فیدیبو مراجعه کنید.